شیعه حقیقی فقط به یاد امام زمان است. انتظار یعنی چی؟ یعنی انقدر قلبت متوجه امام زمانت شده باشه که هیچ کس، هیچ چیز، هیچ وقت، هیچ جا نتونه حواستو از امام زمانت پرت کنه. یعنی انتظار. یکی از ویژگی‌های انسان آن است که قلب و فکر و ذکرش بیشتر متوجه کسی است که نزدش محبوب تر باشد. به همین دلیل الله متعال بندگان مؤمن و خاص خود را این گونه معرفی می کند: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آنان کسانی هستند که ایستاده و نشسته و در حالی که بر پهلوهایشان آرمیده اند الله را یاد می کنند و در آفرینش آسمان ها و زمین می اندیشند و می گویند پروردگارا این عالم را بیهوده نیافریده ای، پس ما را از عذاب آتش نجات بده. قرآن کریم به ما گوشزد می کند که همواره الله متعال را به خاطر داشته باشیم و مراقب اعمال و کردار خود بدانیم. اما این آخوندها می خواهند احساس مراقبت الهی را در بندگان او از بین برده و مراقبت خدای دیگر به نام امام زمان را جایگزین کنند. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. بعضی از مردم همتایانی برای الله برمیگزینند که آنها را همانند الله دوست می‌دارند، ولی مؤمنان الله را بیشتر دوست دارند. البته کسانی که ستم کردند و همتایانی برای الله برگزیدند هنگام مشاهده عذاب الهی خواهند فهمید که تمام قدرت از آن الله است و الله سخت کیفر است. آنگاه کسانی که پیروی شده اند از کسانی که پیروی کرده اند بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و پیوند میانشان گسسته شود و کسانی که پیروی کرده اند میگویند اگر برای ما بازگشتی بود از آنها بیزاری می جستیم همان گونه که از ما بیزاری جستند. این چنین الله کردارهایشان را به گونه‌ای حسرتزا به ایشان نشان می دهد
و آنان از دوزخ خارج نخواهند شد.